سلام بینندگان عزیز، سرخط خبرها را من مومن احمدی تقدیم می کنم. تعیین دادرس نو به جای دادرسی که در خوجند به پاره‌گیری ایبدار می شود. رئیس بدخشان گفته است 1 میلیارد سومانی سرمایه جلب کرده است. سیل خرابی آور 10 نفر را در افغانستان کشته است. زلنسکی گفته است روسیه در اوکراین روزهای نزدیک کاری ظالمانه انجام داده است. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به جای حامد جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه شهر خوجند که بر رشوه‌خواری گمانبر می شود میرزا شریف حاجی زاده را تعیین کرده است. او تا این دم رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد بود. آژانس ضد کروپسیا حامد جان محمدزاده و یک زیردستش را به گرفتن $4000 رشوه متهم می داند. در عموم امامعلی رحمان 15 دادرس را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده است. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 اوگوست نام 15 دادرس و یا سودیه هست که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. منتقدان حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را تنقید می‌کنند که اساساً بر اساس وفاداری نشایستگی افراد را به مقام‌های بلند دولتی تعیین می‌کنند و با وجود تغییرات پیشرفتی زیادی در ساختارهای مربوطه دیدن نمی‌شود. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گفته است که با برگزاری 2 همایش کلان برای اقتصاد ولایت 1 میلیارد سومانی سرمایه جلب کرده است. او ضمن سخنرانی در ناحیه درواز روز 21 اوگوست گفته است که با این سرمایه بنیاد یک قطار کارخانه‌ها به نقشه گرفته شده است. روزهای 16-17 اوگوست در خاروخ فوروم بین المللی سرمایه گذاری با نام پامیر اینوست 2022 برگزار شد. پس از تظاهرات خانین تابستان امسال در بدخشان و کشته شدن 10 نفر در عملیات دولت، مقامات پیوسته از دستاوردها در این منطقه صحبت می‌کنند. با گفته آگاهان حکومت از این راه می‌خواهد پیام دهد که همه چیز خوب است، اما ساکنان می‌گویند برعکس فشار بالای آنها افزایش یافته است و بازداشت ساکنان ادامه دارد. بدخشان بیش از 300,000 اهالی دارد و سطح فقر و بیکاری در آن در قیاس با دیگر ولایت‌ها بالاتر است. نیروهای روسیه روز 21 اوگوست به چند محله گوناگون در جنوب اوکراین با توپخانه و موشک ضربه زدند. مقامات شهر خارکوف، دومین شهر بزرگترین در شمال و شرق اوکراین، گفتند که در نتیجه بمباران 2 غیر نظامی کشته شدند. در ولایت دونتسک به گفته رئیس ولایت پاولو کیرینکوف 4 نفر جان دادند. این زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراجعه شبانه ویدیویی خود گفت ممکن است مسکو در روزهای آینده که در اوکراین کاری ظالمانه انجام دهد. قرار است 3 روز بعد 31مین سالگرد استقلال اوکراین را تجلیل کنند. ولادیمیر زلنسکی شب 21 اوگوست گفت یکی از هدفهای اصلی دشمن تحقیر کردن ما، برانگیختن ترس و هراس و نزاع است، ولی ما باید توانا باشیم که به این دسته ها مقاومت کنیم. روز 24 اوگوست اوکراین 31مین سالگرد استقلال خود را تجلیل می کند و اولین بار در زمان تجاوز روسیه که 6 ماه پیش آغاز یافت. بنا به گزارش‌ها ممکن است مسکو محاکمه رزمندگان اوکراین را که در شهر ماریوپول مقاومت سخت کردند در روز استقلال این کشور آغاز کند. مقامات و ساکنان افغانستان میگویند در نتیجه باران سخت و سیل در شرق کشور 22 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. فلاکت طبیعی کشتزارهای مردم را ویران کرده و همچنین چارواهای آنها را از بین برده است. سیل و آبخیزی در ولایت غزنی، ننگرهار و لغمان صورت گرفته است، ولی بیشتر از همه ناحیه خوشید در ولایت لوگر آسیب دیده است. در این باره مقامات حکومت طالبان روز 21 اوگوست خبر دادند. عبدالله مفکر، یکی از رهبران اداره‌های حالت‌های فوق‌العاده لوگر، گفته است که حالا تعداد قربانیان معلوم نیست چون مردم به بیرون کشیدن جسدها از زیر ویرانه‌ها ادامه می‌دهند. دیل آقا، یکی از ساکنان ناحیه خوشی، گفته است که آبخیزی خانه‌ها، کشتزار و چاروای مردم را نابود کرد و آنها را به خانمان ساخت.
در واقع در برنامه خبری امروز دایر به سرنوشت پرپیچ و تاب یک مرد گزارش داریم که 10 سالها باز در تاجیکستان زندگی کرده است و او را به افغانستان میخواهند روان کنند. حالا مقامات میگویند که او سندهای غیر قانونی دارد و باید به افغانستان باز پس فرستاده شود. این مرد که زن و فرزندش شهروندان تاجیکستان هستند میگوید در یگان نهاد بدادش نرسیدند. گزارش تا 3 ساعت دیگر آماده و در برنامه خبری نشر می شود. از این رو بازگشت به کانال ما را فراموش نکنید. گزارش دیگری که در اخبار آزادی تقدیم می شود درباره یک باغ جنجال برانگیز خوچ در مومن آباد است که بعد مراجعت رئیس جمهور امامعلی رحمان بنیاد شد. حالا رئیس ناحیه مومن آباد گفته است که باغ باید جای دیگری باشد. بحث سر باغ خوچ تا به دست دادستان‌ها رسیده است. حالا سرنوشت باغ خوچ که برای بیماری‌های زیاد داروست چی می شود؟ پاسخ سوال در گزارش همکار ماست و در برنامه خبری آن را می‌بینیم. حالا نگاه به قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 168 سامانی، $1 امریکایی را 10 سامانی و 25 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 31 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق داشته باشد. بیننده عزیز، سرخط خبرها را اینجا به پایان میبریم. بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش‌های تازه در خدمت شما برمیگردیم. بازگشت به وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو را در یوتیوب فراموش نکنید.